راهی ابریشم. همین یک کیرمک باعث پیدا شدن شاهراه‌های بزرگ و وسیع و شهر و دولت‌ها گردید. متاع ابریشم متاعی است که از رشته‌های ابریشمی ملایم آماده کرده می شود. ابریشم نخستین بار در سرزمین چین به وجود آمد که آن از پیله کیرمک به وجود آورده می شود. استحصال ابریشم در سرزمین آسیای مرکزی 4000 سال قبل به وجود آمده بود. مورخان تخمین می کنند که ابریشم 6000 سال قبل در چین استحصال کرده شد. برآوردن ابریشم از چین به سرزمین‌های همسایه ممکن نبود، ولی 100 سالها بعد ابریشم در ایران و دیگر سرزمین‌ها پیدا شد. ابریشم در گذشته از چین به اروپا به واسطه شاهراه ابریشم که از آسیا می‌گذشت به اروپا آورده می‌شد. در دوره قبل از میلادی راه بزرگ ابریشم اهمیت نهایت خاصی داشت که آن از غرب از روم آغاز گردیده در شرق تا به سلطنت چین می آمد. راه ابریشمی که از اروپا می آمد با واسطه ایران، باختر و سوخت سپس به چین می پیوست. ریختخوفن مورخ آلمانی سال 1878 نام راه ابریشم را در کتاب خود استفاده کرد. بعدها مرکز تجارت ابریشم در چین شهر سیان بود. عالمان تخمین میکنند که در عموم راه بزرگ ابریشم 10,000 کیلومتر را در بر می گرفته است. روایت هم هست که در ریم این متاع قیمت بها را کیلو می کردند و آن اگر 3 کیلوگرم می برآمد با 3 کیلوگرم طلا آن را خریداری می کردند. این راه بزرگ سبب گردید که مردمان عالم از رسم و آیین‌های همدیگر با خبر گردند. شاهراه ابریشم راه‌های شمالی و جنوبی را در بر می‌گرفت. راه‌های شمالیش با واسطه فرغانه و دشت‌های قیپچاق می‌رفت. راه دوم با واسطه باختر به هند و خاورمیانه می‌رفت. در دوره باستان در این شاهراه سوخدیان مقام اساسی را دارا بودند. زبان سوخدی در تمام شاهراه‌های ابریشم زبان معاشرت به حساب می‌رفت. بعدها در تجارت ابریشم تاجیکان ایرانیان نیز مقام خاصی پیدا نموده بود. در شهر سیان چین تاجران سوخدی نیز زندگی می‌کردند. این گفته ها را خبرهایی که از این شهر یافتند اثبات می نمایند، زیرا این خبرها با خبرهای چینایی یگان مانندی ندارند.